در دایره دستوری ریاست دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه‌چرابینی‌های قسم تربیتی دانشگاه میان دسته‌های دانشجویان فاکولتت‌ها آزمون دانشگاه مهارت 2025 آغاز گردید. مقصد از برگزاری این محفل آزمون ارزگذاری به تاریخ و تمدن و فرهنگ پرغناوت خلق تاجیک، گرامیداشت صنایع تاریخی و فرهنگی دایر به احیای فرهنگ ملی، ایجادکاری، زیبایی پرستی، تربیت و تندرستی، از جمله جلب بیشتر جوانان و دانشجویان به هنرمندی و کسب انتخاب کنی، علم آموزی، تربیت خودشناسی ملی و زندگی شایسته و ارزنده، اینچنین دریافت چهره‌های نوی ایجادکار و هنرمند از داخل جوانان در میان دسته‌های دانشجویان فاکولتت‌های دانشگاه میباشد. در دور اول دسته دانشوری فاکولتت زبان انگلیسی و زبان‌های شرق با دسته کیهان فاکولتت فیزیکا بهره تماشابینان از روی شرط‌های پیش‌بینی شده هنرنمایی نمودند. این محفل از 5 شرط: سلامنامه، سرودی وطندوستانه، صحنه‌چه، سوال و جواب و تقلیدکاری عبارت است. هر دو دسته جنبه‌های ایجادکاری، زیبایی پرستی، تربیوی، وطندوستی، انسان دوستی، احترام به ارزش‌های ملی داشت. این آزمون را اعضای حکمان از حساب کادرهای تجربه‌دار و سندشناس از دیگر مؤسسه‌ها اینچنین آموزگاران و کارمندان دانشگاه بهاگذاری می‌کنند. در ادامه این چرابینی فرهنگی دانشجویان دیگر فاکولتت‌های دانشگاهی آموزگاری نیز بین هم رقابت خواهند کرد. قید نمودن لازم است که دور اولی محفل آزمون دانشگاهی مهارت 2025 ماه اپریل در بین 14 دسته دانشجویان فاکولتت‌ها برگزار می‌شود.